بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ بخش سوم، ردی بر یاوه‌سرایی های ملا شفیع عیار در ویدیوی 1075. ملا شفیع عیار در یک بخش از این ویدیوی مزخرفش ادعا میکنه که عرب ها مردم صلح طلب بودند، اما پیغمبر اسلام اونا را به جنگ مجبور می ساخت. بیاین بشنویم که چه دورفشانی میکنه. البته ما تنها از دو سوره قرآن این آیات بر شما امروز میخوانیم. آیت سوم، آیت 38 سوره توبه. ای افراد با ایمان، شما را چه شده که وقت به شما گفته می شود که در راه خدا حرکت کنید به زمین می چسبید و حرکت نمی کنید؟ آیا به زندگی دنیا در مقابل آخرت راضی شده اید؟ زندگی دنیا در مقابل آخرت بسیار ناچیز است. سعی کنین که حالا سایکولوژیکلی کتکلی چطور بازی میکنن که تو را قناعت بتن که این زندگی که تو داری هیچ برگ مولیام نیست، ایره بته زندگی او دنیا را بگی. خدایی که مرا خلق کرده زندگی داده که من لذت ببرم، حال یک تعداد مردم چالاک آمده این زندگی را چی رقمی از پیش من میگیرن و در 1400 سال صدها میلیون انسان اینما تا غول ساختن. این سعی کنین ای افراد با ایمان، شما را چه شده؟ در اول گفت به جنگ تشویق کن، اما مردم به جنگ تشویق نمیشن، نمیخواین که برن مردم بیچاره دیگر را بکشن یا خودشان کشته شوند. نمیخواین. بخصوص در جامعه اروز عرب مردم بسیار صلح‌پذیر بودن. حال ما و شما غلا را قبول کردیم و بسیار جاهل بودن. نه، 4 ماه حرام داشتن که هیچ دو کس را نمیزدن. حال محمد اینا را میخواست که جنگجو بسازه و او صلح‌پذیریشان ازشان بگیره. ملا شفیع به ایمان، ای جاهل به سواد نادان، ای که شنونده ها و بیننده های تقول فکر میکنی و هر دروغ شیطانی را به خوردشان میتی. کسی که تاریخ خوانده میدانه که عرب ها پیش از اسلام 301 سال با همدیگر جنگیدند. اونا به حدی عاشق جنگ بودند که حتی نام فرزندان و اسبهای خود حرب یعنی جنگ میماندند و دارای انواع سلاح یا به تلفظ مردم ما سلاح بودند که نام برخی از اونا ایسته: المدیه، الرمح، النبل، السهم، الترس، الخوذه، الدبوس، الفأس، المنجنیق. و ای هم جنگهایشان که به خاطر مسائل جزئی و بیارزش واقع می شد و 10 سال دوام می کرد. جنگ داهس و الغبرا که 40 سال دوام کرد بر سر اسب دوانی بود. و دوم جنگ عبس، سوم جنگی به نام حرب الفجار که در بین قبایل کنانه و قیس عیلان واقع شد و در او انواع محرمات عرب ها مرتکب شدند و از این خاطر ایره حرب الفجار می گفتند که 4 سال دوام کرد. دیگه حرب بواس یعنی جنگ بواس و این آخری جنگ در بین قبایل اوس و خزرج از سلسله جنگ هایی بود که با جنگ سمیر شروع شد و 140 سال دوام کرد. دیگه جنگ بسوس که بر سر شطوری به نام بسوس در بین قبایل تغلب ابن وائل و بنی بکر یا بنی شیبان واقع شد و 40 سال دوام کرد. دیگه جنگی به نام بنی اصفهان که 77 سال دوام کرد. پس باید کمی بشرمی، اما افسوس که تو انسان بسیار پررو، چشم سفید و بی‌حیاستی و با عقل و دانش بیننده ها و شنونده هایت احترام نمیگذاری و اونا را غول فکر میکنی و فکر میکنی که هر دروغی که گفتی باید قبول کنن و قبول میکنن. ملا شفیع عیار، این منطق توست که میگی خدا بر من زندگی داده تا لذت ببرم و عیاشی کنم، اما دیگرها چه مسلمان و چه غیر مسلمان مبادی و اصولی دارند که با وجود شیرین بودن زندگی به خاطر از اون مبادی و اصول جان و مال و اهل و اولاد خود قربان میکنند. آیا امیال در اوکراین همی وضع وجود نداره؟ آیا عساکر و مردم اوکراین به رهبران سیاسی و رئیس جمهور خود میگن که خدای زندگی را به ما داده
تا لذت ببریم. چرا به مقابل روس‌های اشغالگر بجنگیم و کشته شویم، بمان که کشور ما را اشغال کنن و استقلال ما را محو و وطن ما را نابود و از تبود ما را چور و غارت کنن، بانیم که ما زندگی کنیم و ودکای روسی بنوشیم و از زندگی لذت ببریم. بله ملا شفیع عیار، اگر وجدان داری بگو که آیا اوکراینی ها برای جمهور و سیاستمدارای خود همین قسم میگن و یا میگن ما حاضر هستیم تا پای جان بر ضد متجاوزین روسی بجنگیم و اونا را از وطن خود بکشیم. این آیت در مورد غزوه تبوک است که پادشاه نصرانی شام به نام ملک غسان کمک امپراتوری روم میخواستند به مدینه منوره حمله کنند و مدینه را اشغال و دولت نوپای اسلامی را از بین ببرند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر شد و مسلمان ها را امر کرد که آماده رفتن به تبوک و مقابله شوند. فصل تابستان بود، میوه ها مخصوصا خرما رسیده بود. در اینجا منافقین وسوسه و شیطنت را شروع کردند تا مانع رفتن سپاه اسلام به تبوک و دفاع از سرزمین خود شوند و یک تعداد کمی از مسلمان ها هم دچار تردید شدند چون هوا خیلی گرم و راه دور بود. بناهن آیات کریمه‌ای که مسلمان ها را به جهاد و دفاع از خاک و جان و مال و ناموسشان در برابر تجاوز و لشکرکشی رومی ها تشویق میکرد نازل شدند که تو با شیطنت و نیرنگ معنی اصلیشان تحریف میکنی و میگی عرب ها نمیخواستند بروند و مردم دیگه بیچاره دیگر را بکشند. آیا مطابق منطق تو اونایی که تجاوز و لشکرکشی میکنند مردم بیچاره هستند؟ آیا روس‌ها که اوکراین اشغال کردند مردم بیچاره هستند؟ اگر چنین باشه پس مردم اوکراین باید متجاوز باشند که از وطنشان دفاع میکنند. آیا روس‌ها که افغانستان اشغال کرده بودند و امریکایی‌ها که افغانستان و عراق اشغال کرده و میلیون‌ها انسان کشتند بیچاره بودند و هستند؟ در همین سوره توبه آیاتی وجود دارند که نشان میتن چقدر اصحاب پیغمبر خدا ایثارگر و فداکار و عاشق خدا و رسولش بودند که حاضر بودند به خاطر دفاع از دین و وطن و ناموسشان جان و مال و هست و بود خدا فدا کنند. البته حساب منافقین مدینه که تعدادشان خیلی اندک بود جداست و تو منافقانه و بیشرمانه آیت‌هایی را که درباره منافقین نازل شدند هم بر اصحاب فداکار و مؤمن و مخلص رهبر بزرگ بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که روی دشمنای دروغگوی بی‌حیایش سیاه تطبیق میکنی. چرا آیت 92 سوره توبه را نمیخوانی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یعنی و نیست گناه بر آنان که چون بیایند نزد تو تا مرکبی دهیشان را گویی نمیابم آنچه سوار کنم شما را بر آن بازگردند در حالی که چشمهایشان جاری باشد از اشک از روی غم به این که نمیابند آنچه خرج کنند. در شرح ای آیه کریمه تفسیر کابلی میگه سبحان الله، صحبت با برکت رسول کریم صلی الله علیه و سلم صحابه رضی الله عنهم را آنقدر سرشار عشق الهی گردانیده بود که نظیر آن در تاریخ سایر ملل و اقوام پیدا نمی شود. ببینید از اصحاب آنان که توانایی داشتند با یک عالم صدق و صفا آماده بودند که در راه خدا از سر و مال بگذرند و هنگامی که سخت‌ترین قربانی ها لازم باشد با ولوله و اشتیاق مفرط پیش روند و آنان که اقتداری ندارند سیلاب سرشک از دیدگانشان روان بود و می گفتند دریغا استطاعتی نداریم که آن را در راه محبوب حقیقی نثار کنیم. در حدیث صحیح است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم مجاهدین را خطاب کرده فرمودند شما در مدینه چنین قومی را در عقب خود گذاشته آمده اید که در هر قدم که در راه خدا جل جلاله می بردارید با شما در اجر انبازند، خواه به دشت و جنگل باشید و خواه در غیر آن در هر موقع با شمایند. اینها کسانی اند که مجبوریت های واقعی آنها را از همراهی با شما باز داشته است. ملا شفیع عیار، آیا بی‌حیایی و چشم سفیدی و وقاحت نیست که به این قسم مردمی که به خاطر نداشتن سلاح و وسایل جنگی به غزوه تبوک
شرکت کردن نتانستند و از این سبب گریه میکردند. میگی عربا نمیخواستند بجنگن، اما محمد اونا را به جنگ مجبور میساخت. توف به حیایی و چشم سفیدی. درست است که عربای مؤمنی که به پیغمبر اسلام و رسالت آفتابیش ایمان آورده بودند، از انسانهای وحشی و جنگجوی زمان جاهلیت به انسانهای صلح دوست و خیرخواه و عدالت طلب و عدالت پسند تبدیل شده بودند و رسالت پرنور پیامبر نور و رحمت در بینشان اخوت و برادری برقرار کرده بود. چنانچه اوس و خزرجی را که 40 سال با هم جنگیده بودند با هم برادر ساخت. اما همی عربهای با ایمان و صلحجو وقتی مورد حمله و یورش و اشغال قرار می گرفتند، تا پای جان از دین و وطن و زندگی خود و فرزندانشان دفاع می کردند. چنانچه مردم اوکراین با وجودی که مردم آرام و صلح طلبی بودند، چون مورد تجاوز و اشغال قرار گرفتند، علیه روس‌های خونخوار مردانه ایستادند و روزانه صدها کشته میتن و تا حال 10,000 کشته دادند تا وطنشان آزاد بسازند. نه مثل تو امثالت که در اشغال افغانستان توسط روس‌ها به ساز روس‌ها رقصیدی و در زمان اشغال کشور توسط امریکایی‌ها به دهل امریکایی‌ها رقصیدی. در همین سوره توبه در آیه 118 قصه 3 تن از اصحاب کرام با نامهای کعب ابن مالک و هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع است که اینها مسلمانان صادق و مؤمن بودند، اما به خاطر تنبلی از قافله مجاهدین رونده به غزوه تبوک به فرماندهی پیامبر عظیم الشأن اسلام باز مانده بودند. اینا به خاطر این کارشان خود سخت مقصر می دانستند و گریه می کردند و چند نفر دیگه هم به خاطر ای که به دلیل تنبلی از اشتراک در غزوه تبوک باز مانده بودند خود را چنان مقصر می دانستند که خودشان با ستونهای مسجد بسته بودند و از خداوند می خواستند که توبه هایشان قبول کنند. تا اینکه توبه هایشان قبول شد. این همو عشق و اخلاص و محبت حیرت آوری است که اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت به خدا جل جلاله و رسولش و دین پرنورش داشتند. اما تو میایی و با نهایت پررویی و درایی میگی اینا نمیخواستند در مقابل تجاوزگران حمله آور بجنگن چون صلحجو بودند و اونا را محمد سایکولوژیکلی فریب میداد. واقعا کسی که وجدان نداره حیا هم نداره. من نمیدانم اونایی که بر تو بهبه و چهچه میگن چرا از عقل و وجدان خود خجالت نمیکشند که دروغهای شاخدار و بی بنیاد و بی اساس و بی دلیل و بی سند تو را چشم بسته میپذیرند. من حرفی در مورد از این ندارم که اونا با اسلام و قرآن و پیامبر اسلام دشمنی بورزند یا نورزند، این کار خودشان است. اما در این شکی نیست که در بین اینها بسیار آدم‌های با وجدانی و منصف و با دانشی هم وجود دارند. آیا وجدان و عقل و دانشی این قسم اشخاص اجازه میده که دروغ‌های بسیار عریان و شاخدار تو را با چشم بسته بپذیرند و تحقیق از خودشان انجام نتند؟ ملا شفیع عیار، اگر کمکی وجدان داری در پهلوی قدر دروغی که میگی یک دفعه هم داستان کعب ابن مالک و 2 صحابی دیگر با نامهای هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع در تفسیر کابلی در تفسیر آیه 118 سوره توبه مطالعه کو تا برات پیمانه عشق و محبت یاران پیامبر با خدا و رسولش ثابت شوه. و من یقین دارم که توی داستان مطالعه کردی و مثل دیگه آیات از این آیت هم صرف نظر کردی، چرا که مشتت باز میکنه و تو را رسوا میسازه. این همه داستان به صورت میخوانم تا وقت زیاد نگیره و کسی که خواسته باشه میتونه او را در تفسیر کابلی جلد 3 تفسیر آیت 118 سوره توبه مطالعه کنه. اول آیت و ترجمهش. بسم الله الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. یعنی خدا مهربان شد و توبهشان قبول کرد برو 3 نفری که اونها تخلف کرده بودند یا پس گذاشته شده بودند، یعنی تخلف کرده بودند تا ای که زمین بر اونا تنگ شد با وجود وسعتش و نفسهایشان هم بر اونا تنگ شد و گمان کردند که پناهگاهی جز الله
وجود نداره، جز به سوی خدا وجود نداره. بعد از او الله تعالی بر اونا رحمت کرد و توبهشان قبول کرد و اونا توبه کردن. ان الله هو التواب الرحیم، خداوند قبول کننده توبه و مهربان است. تفسیر کابلی داستان حیرت آور کعب ابن مالک شرح داده که من قسمتی از او را به سرعت میخوانم تا وقت زیاد در بر نگیرم. تفسیر کابلی میگه از این سه تن کعب ابن مالک رضی الله عنه داستان خیش را بس شگفت و مؤثر بیان میکند. در صحیح بخاری و دیگر کتب حدیث مطالعه شود. در اینجا قسمتی از آن را نقل میکنم. وی گوید چون مهم تبوک بسیار دشوار بود، پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر داد تمام اصحاب آماده کارزار شوند. مردم فراخور استطاعت خیش به تهیه سامان سفر مشغول بودند، جز من که مطمئن بودم و تصور میکردم هر وقت بخواهم میتوانم آماده سفر شده با سپاه اسلام عزیمت نمایم. در آن وقت به عنایت خدا نزد من همه چیز آماده بود، حتی به جای یک سواری 2 سواری داشتم. من در این غفلت که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 30,000 مجاهد مسلمان فرمان حرکت داد. باز با خود گفتم چی می شود اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرکت کرد؟ در منزل دوم به موکب همایون می پیوندم. در امروز و فردا وقت سپری شد و حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تبوک رسید و گفت ما فعل کعب ابن مالک؟ کعب پسر مالک چی شد؟ یکی از بنی سلمه گفت که ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، عیاشی و غرور مانع حرکت وی گردید. معاذ ابن جبل گفت نکو نگفتی، به خدا سوگند ما از وی جز خوبی ندیده ایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاموش بود. کعب گوید پس از آن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانب تبوک حرکت کرد مرا سخت وحشت گرفته بود. در سر تا سر مدینه جز منافقان حقیقی و مسلمانان معذور دیگری به نظر نمیخورد. هر روز با خود یک بهانه میاندیشیدم که چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراجعت کند برای نجات خویش عرض کنم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با عافیت بازگشت. دروغ و فریب یک باره از دلم محو شد. دانستم جز صدق و راستی چیزی نتواند مرا در این بارگاه نجات دهد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسجد تشریف داشت. اصحاب جمع بودند. منافقان حیله میکردند، از مؤاخذه ظاهری نجات میافتند. نوبت به من رسید. سلام دادم. تبسم از لبان مبارک هویدا شد، ولی تبسم به عتاب آمیخته. علت نارفتن مرا پرسید. عرض کردم ای پیغمبر خدا، اگر اکنون روبروی یکی از اهل دنیا می بودم، حضرت می دید با چه قوت منطق و فصاحت بیان حیله ها می انگیختم و خود را تبرئه می کردم. اما اینجا کار با ذات مقدسی است که اگر من دروغ گویم و او را خشنود گردانم، اندکی نخواهد گذشت که خدا جل جلاله بر حقیقت امر آگاهش گرداند و از من ناخشنود شود. اگر از راستی چندی مورد کدورت حضرت واقع شوم، امید دارم خدا جل جلاله انجام آن را بهتر گرداند و صدق گفتار عاقبت مرا از عتاب خدا جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجات دهد و صدق گفتار عاقبت مرا از عتاب خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجات دهد. ای پیغمبر خدا، من در عدم حضور خود به تبوک هیچ عذری ندارم، زیرا هنگامی که من از شرف موکب پیغمبر صلی الله علیه وسلم محروم شدم، مدت العمر چنان دارایی و توانایی نداشتم. گناهکارم، هرچه پیغمبر خواهد درباره من نفاذ دهد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود این از کسی که راست گفت. اکنون برو و در انتظار فرمان خدا باش. بعداً دانستم هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع نیز مانند منند. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان داد مردم از ما کناره گیرند و با ما حرف نزنند. مسلمانان سخن خیش را از ما دریغ کردند و به جواب سوال ما نمی پرداختند و به جواب سلام ما نمی پرداختند. آن 2 نفر در خانه نشستند و مشغول گریه و زاری شدند. دل من قوی تر بود. هنگام نماز در مسجد حاضر می شدم، به حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام می افکندم و می دیدم که در پاسخ من به لبهای مبارک جنبشی هویدا می شود یا خیر. تا نگاه من به جمال فرخنده می افتاد، اعراض می نمود. نزدیکترین دوستان و دوستترین نزدیکان نیز بیگانه شدند. روزی در آن اثنا یکی نامه ملک غسان را به من آورد. اظهار همدردی کرده بود و مرا دعوت داده بود که در کشور وی بروم، آنجا مرا به حسن استقبال میپذیرند. با خود گفتم این نیز یک نوع امتحان است. نامه وی را در آتش افکندم و سوختم. 40 روز بدین گونه سپری شد. از بارگاه رسالت فرمان رسید که باید به موجب آن از همسر خود نیز کنار گیرم. با زوجه خود گفتم خانه پدرش برود و تا هنگامی که فرمان خدا جل جلاله درباره من میرسد آنجا به سر برد. در خلال این امور بیشتر از آن میترسیدم که من بدین حالت بمیرم و حضرت نماز جنازه مرا نخواند یا فرضاً در این ایام پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کند
و مسلمانان همیشه با من چنین باشند و به میت من نزدیک نشوند. خلاصه 50 روز بدین وتیره گذشت، روزهایی که زمین خدا جل جلاله با همه پهنایی بر من تنگی میکرد و عرصه حیات تنگتر از آن شده بود و زندگانی از مرگ دشوارتر می نمود. ناگهان از فراز کوه سلق یا سلق آواز برخاست: یا کعب ابن مالک ابشر، ای کعب ابن مالک شادمان باش. تا شنیدم به سجده افتادم. معلوم شد پایان شب خبر قبول توبه ما از سوی خدا جل جلاله با پیغمبر ابلاغ شده بود و بعد از نماز بامداد جناب رسالت مآب اصحاب را آگهی داده بود. سواری به شتاب فرستادند تا مرا بشارت دهد. اما دیگری که از فراز کوه نعره کرد و پیشتر بشارت او به من رسید، نخست لباس خیش را به وی بخشیدم و آنگاه به خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتافتم. مردم دسته دسته می آمدند و با من تبریک می گفتند. از مهاجران طلحه برخاست و با من مصافحه کرد. چهره پیغمبر صلی الله علیه وسلم از شادمانی مانند آفتاب می درخشید. گفت خدا توبه تو را پذیرفت. آقای شفیع عیار، ایمان است، عقیده است و عشق است که اصحاب پیغمبر به زیور آن آراسته بودند، چیزی که تو نداری و ارزش او را نمیفهمی. تو برو تاریخ جنگ‌های امریکا و دیگه اشغالگرا را بخوان که وقتی شخص مهمی مانند محمد علی کلی و یا دیگران از رفتن به جنگی ابا می‌ورزیدند، خود را حق به جانب می‌دانستند و نه مقصر و خود را به ستونها نمی‌بستند و گریه و زاری نمی‌کردند، با وجودی که او جنگا را رهبران سیاسیشان ظاهراً به خاطر منافع کشورشان انجام می‌دادند. حال به شیوه خودت میگیم ملا شفیع عیار، تو را چه شده است که اینقدر دروغ های شاخدار میگی و با وقاحت تمام به چشم مردم خاک پاش میتی و از افشا شدن دروغ های شیطانیت باکی نداری؟ تو میگی خدا به من زندگی داده تا لذت ببرم، اما یک تعداد مردم چالاک میخواهند این زندگی را از من بگیرند. تو که غیر از پر کردن جیبها و شکمت و او هم از راه دروغ و حیله و چالبازی و نیرنگ و ترفند هدفی در زندگی نداری و معتقد به هیچ یک از معنویات و ارزش‌ها نیستی، باید این قسم بگویی. اما انسان‌های هدفمند و باورمند به معنویات که دفاع از دین و وطن و جان و مال و ناموس بخش مهم این معنویات است، مثل تو فکر نمی‌کنند و تقریبا تمام مردم دنیا هر دینی که داشته باشند همین قسم هستند، بجز مردم بیغیرت و ذلت پذیر. تو یگان وقت با طمطراق و حیله‌گری خود به مولانا و بیدل و فردوسی و زبان فارسی گره میزنی. بیا بیبی که فردوسی ای ستون بزرگ زبان و شعر فارسی در مورد ارزش وطن و فداکاری در راهش چی میگه؟ من شعر برات میخوانم، اما معنایش از شخص دیگری که مثل خودت بی سواد نباشه پرسان کو. فردوسی میگه چو ایران نباشد تن من مباد، به خاطر از این که فردوسی از ایران بود. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، بیاز آن که کشور به دشمن دهیم. بله ملا شفیع عیار، همین حالت بود. امی آیتی که تو درباره‌اش تفسیری بسیار شیطانی میکنی، اینمی آیت در مورد همون حالت نازل شده که کشور مدینه یعنی کشور مسلمان ها از طرف رومی ها مورد تهاجم قرار گرفته بود و خداوند مسلمان ها را امر میکرد که بروند از وطن خود دفاع کنند و پیغمبر خدا اونا را تشویق میکردن. دیگه چی عیب وجود داره؟ فردوسی میگه همه اگر کشته شویم بهتر است از این که کشور ما را دشمن اشغال کنه، اما تو جاهل بی سواد مکتب ناخوانده آیاتی را که به دفاع از وطن تشویق میکنه ابلهانه تمسخر میکنی. با اجازه فردوسی یک شعرش در اینجا با اندک تصرف میخوانیم و میگیم توفو بر تو ای بی حیایی توفو. بیاین بشنویم یادم فریبکار و دروغگو دیگه چیا و سرایی میکنه و دروغ میگه. مردم قبول کرده که برن در جنگ، نه مردم نمیخواید در جنگ بره، نمیخواید بکشه. امید تینت انسان است که نه بکشه نه کشته شه، یا را باید بازی بدی که برن بکشن یا کشته شن.
باز این حال تشریح میکنه که حضرت محمد چقدر مشکل داشته. با مردم میگه آیت 42 سوره توبه: اگر غنیمت آنی و سفر آسان در پیش بود از تو پیروی میکردند، ولی از سفری که مشقت داشته باشد گریزان هستند. و خدا قسم میخورند که اگر توانایی لازم داشته باشیم برای جهاد با شما بیرون میآییم. آنها خودشان را هلاک میکنند، خدا میداند که آنها دروغ میگویند. حالا هرچی که آنها میگه در جنگ بریم و خود در زمین چلپاسک و میچسبانه که نمیریم، باز بانه میکنن، میگن با خدا اینه که نمیتونیم، وسایل جنگ نداریم، نه تیر داریم، نه کمان داریم، نه بود داریم، چطور بریم یا محمد در جنگ؟ باز محمد میگه اگر اونوش یک قبیلگه که نزدیک باشه که بریم مالایشان چور پرتیم غنیمت بگیریم و یک سفر آسان باشه، یا میرن کت در جنگ. باز اگر سفر پر مشقت بود قسم میخورن که نمیتونیم و خدا نمیتونیم. این حال چی میگم؟ میگه یا خدا هلاک میسازن یا در راه غلط رفتن، به ایمان هستن که با تو به جهاد نمیرن. خدا میداند که آنها دروغ میگویند. آقای شفیع عیار مکاری و نیرنگ هم اندازه داره، کمی شرم کو و قدر مردم فریب نتی و به چشمشان خاک باش نتی. تو میدانی و اگه ندانی بدتر است و جهالت توست که این آیت که تو ترجمهش غلط هم میخوانی و تعداد دیگری از آیات سوره توبه در مورد منافقان مدینه است، یعنی کسانی که بر زبان مسلمان و در دل کافر بودند و تعداد این قسم اشخاص نسبت به مسلمانان واقعی بسیار کم بود. اونا وقتی که خیری به مسلمانان میرسید خود را مسلمان میگفتند و زمان مشکلات و جهاد و مقابله با دشمن و دفاع از مدینه بهانه تراشی میکردند. و در غزوه تبوک هم که مشکل ترین غزوه بود از همین روش کار گرفتند و با بهانه های گوناگون از رفتن با پیغمبر و مسلمانان در مقابله با مهاجمان رومی خودداری کردند. اما این دروغ شرم‌آورت که میگی محمد مشکل داشت و مردم به جنگ نمی رفتند توسط این آیه سوره توبه که تو از او هم چشم پوشی میکنی رد میشه و ثابت میشه که مسلمانان واقعی که 30,000 فرد جنگی بودند و در غزوه اشتراک کردند چقدر با شور و شوق و عشق و ایمان در او غزوه اشتراک کردند با وجود مشکلات فراوان که زاد و راحله و توشه را به درستی نداشتند و نه منافقان مدینه که بهانه ها را می آوردند و تعدادشان اندک بود. اگر تو دروغگوی و حقه‌باز نیستی آیه 89 سوره توبه را هم بخوان تا بدانی و فریب خورده هایت هم بدانند که این چرند و پرند تو بی اساس هستند که میگی مسلمانان نمیخواستند بجنگند و برای وادار ساختنشان به جنگ باید اونا را فریب داد. اما محال است که تو این آیت بخوانی چون باعث رسوایی و شرمندگیت میشه. این من میخوانم و ترجمه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لیکن رسول و آنان که ایمان آوردند به معیت رسول جهاد کردند با مالهای خود و نفسهای خود و آن گروه هست ایشان را نیکیها و آن گروه ایشانند به مقصد رسیدگان. آماده کرده الله برای ایشان جنتها که روان است از زیر درختان آنها جویها در حالی که جاوید باشند در آن. این است کامیابی بزرگ. در تفسیرش میگم در مقابل منافقین ذکر مؤمنین مخلص به میان آمده. بنگرید اینها بندگان وفادار خدایند که در راه وی از نثار جان دریغ نمی کنند و از صرف مال صرفه نمی نمایند اگرچه موقع خطر و هلاکت باشد. در راه حمایت اسلام و معیت پیغمبر آن به هر گونه فداکاری آماده می باشند. اگر نصیب اینها فلاح و کامیابی نیست نصیب کیست؟ بله ملا شفیع عیار، چنین بودند مؤمنان واقعی که با پیامبر اسلام به غزوه بسیار مشکل تبوک شرکت کردند
و مشکلات جانفرسایی را متحمل شدند که راه خیلی دور، گرمی بسیار شدید و آب و غذایشان به حدی کم بود که بسیاری از روزها تنها یک خرما غذای روزانه هر فردشان می بود. اینها با جان و مالشان در راه خدا جهاد میکردند و به فرمان پیغمبرشان لبیک میگفتند، اما تو میگی اونا نمیخواستند بجنگند، اما محمد اونا را فریب میداد. تو که با گمان شیطانی و مکارانه خود جنگ طلبی اسلام را از روی قرآن ثابت میسازی، چرا این قسم آیت ها را نمیخوانی و حیله‌گرانه از آنها چشم پوشی میکنی؟ بله، مسلمان ها یعنی مسلمان های واقعی و نه منافقین انگشت شمار مدینه هم مالها و هم جانهایشان را تحت فرمان رهبر بزرگ خود قرار دادند و در او غزوه اشتراک کردند. حضرت عثمان رضی الله عنه که خیلی سرمایه‌دار بود، ارتش اسلام در جنگ تجهیز کرد. او 300 شتر با همه وسایلش به سپاه اسلام با 1000 دینار داد. حضرت ابوبکر همه اموالش که 4000 درهم بود برای تجهیز سپاه اسلام داد. حضرت عمر نصف داراییشه، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نصف مالشه، حضرت عباس اموال زیادی را آورد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ملا شفیع عیار در سوره توبه از آیه 42 تا آیه 70 اکثرش در مورد منافقین است. اما کسایی که به زبان میگفتند ما مسلمان هستیم اما در دل کافر بودند، مثل خودت که یک مدتی خودم مسلمان قلمداد میکردی و میگفتیم از روی قرآن میخوانم، بعد کفرت آشکار کردی. تو آیتهایی را که درباره منافقین انگشت شمار مدینه است بر اصحاب مؤمن رسول خدا تطبیق میکنی. این همو آیتی را که ترجمهش خواندی میخوانم و ثابت میکنم که درباره منافقین است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. یعنی اگر بودی آنچه به آن دعوت میکنی مال قریب الحصول و سفر میانه هر آینه پیروی میکردند تو را، ولیکن دور شد برایشان مسافت. تفسیر: این درباره منافقان است که اگر سفر آسان و سبک می بود و غنیمت بدون زحمت به دست می آمد به زودی با تو همراه می شدند، ولی آن گونه منازل سخت را کجا می توانستند بپیمایند. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم یهلكون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. و زود قسم خورند به خدا که اگر قدرت داشتیم هر آینه بیرون می رفتیم امرای شما، هلاک میکنند نفسهای خود را و خدا میداند که بیشک ایشان دروغگویانند. تفسیر: یا پیش از بیرون آمدن به سوگند و حیل میپردازند تا در مدینه بمانند، یا هنگام بازگشتنت به دروغ قسم یاد میکنند و بدین گونه نفاق خیشتن را میپوشند، مگر دروغ و نفاقشان به هیچ گونه از خدا پنهان نمیماند. فریب، دروغ و نفاقشان عاقبت و بال جان اوشان است. ملا شفیع عیار درباره مسلمان‌های واقعی که با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در غزوه تبوک اشتراک کردند و مالها و جانهای خود را فدا کردند و مشقت‌ها و تکالیف تحمل کردند، اما آیه 118 است که از این سوره مبارکه توبه که من قبلا خواندم و او را ترجمه کردم و تفسیرش هم بیان کردم. اما این آیه دیگه که او آیه پیشتری که او را دربارهش گپ زدیم او درباره منافقین بود که تو منافقانه او را بر همه مسلمان ها تطبیق کردی. این آیه دیگه که این درباره مسلمان های تعداد کمی از مسلمان ها که از تنبلی شرکت نکردن، تعدادشان یک چند نفر بود، 5-6 نفر بود و بعد پشیمان شدن و گریه میکردن و خدا به ستونه های مسجد بسته کردن، بالاخره توبهشان قبول شد. این آیه کریمه که تو ایرا منافقانه ایرم درباره کل مسلمان ها تطبیق میکنی، درباره از اون مردم است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. یعنی ای مسلمانان
چیست شما را که چون گفته می شود به شما بیرون آیید در راه خدا گران شده میل می کنید به سوی زمین؟ آیا رضامند شدید به زندگانی دنیا عوض آخرت؟ پس نیست متاع زندگانی دنیا در برابر آخرت مگر اندک. ملا شفیع عیار: تو را چه شده است که مثل چلپاسه به هر دروغ می چسبی و هر قدر رسوا شوی بازم از او دروغ دستوردار نمی شوی؟ اینا ما تفسیر ای آیه کریمه را که تو از این سوی استفاده کردی میخوانم تا مردم بدانند که تو دروغگوی و کذاب استی. و ای آیه درباره تعداد کمی از مسلمان‌های تنبل است که در او جنگ از تنبلی شرکت نکردن، نه از روی نفاق و از روی کدام چیز دیگه. در تفسیر ای آیه کریمه تفسیر کابلی می نویسه: از اینجا مؤمنین به غزوه تبوک تشویق می شوند. پس از فتح مکه و غزوه حنین در سال 9 هجری به رسول کریم صلی الله علیه وسلم معلوم گردید که پادشاه نصرانی شام ملک غسان می‌خواهد به مدد قیصر روم بر مدینه حمله آورد. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مناسب دید که مسلمین به حدود شام بروند و به جواب آن بپردازند. حکم عمومی تهیه جهاد داده شد. هوا سخت گرم بود، قحط پهن و خرما در رسیده و سایه درختان گوارا بود. راه دور، تنها ملک غسان نبود بلکه لشکر مسلح و آزموده قیصر روم با او همراهی میکرد. پس پیکاری چنین نکاری بود خورد و در خور مؤمنینی بود جانباز و فداکار که دل توانا داشتند. منافقین حیله پیش آوردند، بهانه کردند و کنار جستند. گروهی از مسلمین نیز از میدان آزمون هراس داشتند و توان پیمودن آن همه راه سخت و دور را در خود نمی دیدند. اما زیاده از ایشان میان بستند و آنانی که از فخر عظیم محروم ماندن شمارشان اندک بود. میبینی که میگه زیادی مسلمان ها کمر خود بسته کردند به جهاد. رسول خدا صلی الله علیه وسلم با 30,000 سرباز به مرز شام رسید و در تبوک خیمه افراشت. نخست به قیصر روم نامه نبشت و او را به قبول اسلام بخواند. آن پیام قدسی در دل قیصر اثر کرد ولی قوم با او موافق نشد و بدین گونه از شرف اسلام محروم بماند. هنگامی که شامیان از عزم پیغمبر آگاه شدند به قیصر خبر رسانیدند. قیصر به ایشان مدد نبخشید. ناچار مطیع شدند ولی اسلام نیاوردند. مدتی گذشت و رسول خدا به رحمت الهی پیوست. در خلافت فاروق اعظم شام همگی کشوده شد. چون پیغمبر از تبوک پیروز بازگشت و خدای توانا پادشاهی های بزرگ را به اطاعت اسلام واداشت، منافقان مدینه به حد خجل و رسوا شدند. چند تن مسلمان صادقی که کسالت ایشان را از همراهی پیامبر بازداشته بود سخت پشیمان بودند. از آغاز این رکوع تا جای زیادی این وقایع مذکور است، ولی دسیسه‌های منافقان بیشتر بیان شده است. در برخی مواقع به مسلمانان خطاب و به حال آنها تعرض شده. در این آیت مسلمانان به شدت سوی جهاد تحریض می شوند و آنچه در این امر بزرگ است بر ایشان آشکار می گردد. پس آقای شفیع عیار، ای آدم چالاک، آیه 42 درباره منافقین است که تو در مورد او با آب و تاب گپ زدی و یک عالم دروغ گفتی. و آیه 38 در مورد گروه خیلی محدودی از مسلمانان است که از روی تنبلی به غزوه تبوک نرفتند و بعد پشیمان شدند و گریه ها کردند. و آیه 118 سوره توبه که تو مکارانه از او صرف نظر کردی در مورد مسلمانان واقعی است که سپاه اسلام را در این غزوه تشکیل می دادند و تعدادشان 30,000 نفر بود و در راه خدا آماده قربانی جان و مال خود بودند. در اخیر اینک باز یک شعر به حضور جناب پروفسور پوپنک تقدیم میکنیم. هست جادوی تو محکم پوپنک، حیله و مکر تو پیهم پوپنک، برگمولی گفته های تو بود ارزش آن مثل شلغم پوپنک، یا و بیهوده و پوچ و دروغ نیست در گفتار تو کم پوپنک، کلت خالی است اما دم بدم میکنی بیرون زیشکم پوپنک. در اخیر یک تصحیح و یک توضیح. آیتی که جانبازی و فداکاری و اطاعت بیچون و چرا و مخلصانه مسلمانان را از خدا و رسولش بیان میکنه، آیه 89 سوره توبه است
که ما اشتباها 118 گفتیم که در مورد کعب ابن مالک و 2 صحابی دیگه است. اما توضیح ای که کلماتی از قبیل مقابله و مصافحه مصدرهای عربی هستند که اصلهایشان مقابله و مصافحه است که در فارسی اونا را مقابله و مصافحه میگن و قیاس اللغات این قسم تغییرات تفریس یعنی فارسی سازی میگه. و نام کوی که در قصه کعب ابن مالک در تفسیر کابلی سلغ یا سلغ نوشته شده، اصلش سلع است که در غرب مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره قرار دارد. تا برنامه دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم.